سلام دوستان، میخوام بهتون یه آموزشی بدم. این ویدیوهایی که دیدین داخل یوتیوب میگن این صدا رو ضبط در سه نکن وگرنه شب خوابت نمیبره. میخوام یادتون بدم که چگونه این کار انجام بدین و اینو ضبط در سه بکنید. اول از همه میام داخل بخش ریمیکس و بعدش هم بخش یوز دیس ساوند وارد میشیم. سپس سرعت ویدیو رو از این بغل که نوشته ضبط در 1 تبدیلش میکنیم به ضبط در 3 یا همون ضبط دری که خود ویدیو گفته. بعدش هم این دکمه پایین رو میذاریم که این صدا برامون پخش بشه. در آخر هم که این صدا پخش شده ما گوشش دادیم میتونیم ویدیو رو استاپ کنیم و دون سیو کویت رو بزنیم تا این سیو نشه یا توی چنل شما آپلود نشه. مرسی که تا اینجا دیدی. لایک و ساب فراموش نشه. خدا نگهدار. سوپر خنده از شما تشکر میکنم.